حاجی بابا آیا فطر روزه در مذهب امام ابو حنیفه یا امام شافعی هست یا نه؟ خواهش میکنم با حدیث ها فهمونید. مسئله صدقه فطر برادر عزیز، برادر از ما سوال کرده است که آیا در مذهب امام ابو حنیفه است یا مذهب امام شافعی است؟ مقصد آیا همین حقیقت دارد یا ندارد؟ همین اگر امکان باشد از روی حدیث ها با ما فهمونید. برادر عزیز و گرامی، راوی حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض زکات الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة. دادر جان این حدیثی است که میگه رواه الجماعه، یعنی امام بخاری، امام مسلم، نسائی، بگیم ماجه، ابو داود، همه اینها، همه مثال محدثین، گویم حتی حاکم و طبرانی و همه محدثین این حدیث آوردن که یعنی این حدیث دادر عزیز دلالت بر همین میکند که یعنی پیامبر گرامی گفتند که واجب شد زکات فطر در رمضان بر جمیع مردم، مردم آزاد یا مردم غیر آزاد، مرد باشد، زن باشد، کلان باشد، خرد باشد، پیش از ادا کردن نماز عید باید که خلاص صدقه فطر باید ادا کرده شود. یعنی ما صدقه فطر حسابی قریب 2 کیلو گندم حساب کردن که امسال سر یک آدمی بگیم 10 سامان شید. برای همین ایرا ما بسیاری مردم میستد پیش ای نماز عید رفتن میتد، نه از همون روز اولی ماه رمضان دادن صدقه فطر واجبه. میتونی که همون روز اولش ده صدقه فطر دبتی، میتونی دهه اول، میتونی دهه دوم، میتونی دهه آخر، یعنی در همین دوام 1 ماه همه وقت اجازت هست که شما صدقه فطرتون پرداخت کنین. اگر نکردین شما گناهگار میشین، زیرا تمامی همون بگیم کمبودی و بعض لغزش و سهوهایی که در ماه رمضان میشود همه اینها را جبرانش همون صدقه فطر ما و شما هست. برای همین این حدیث بود دادر عزیز که من برای شما خوندم. استاد میگه مردی که 2 زن دارد، بعد مرگش فرزندهای زن یکم میتوانند که همه میراث را با فرزندان زن دوم بخشند. میتونن با که ندارد، اگر به شرطی که یعنی ما طریقه اصلا فرض برادر عزیز، وقتی که نفری از ما خواه پدر خواه مادر میگذرد از جانب هر دوش باید طریقه کردن در کار. در تاجیک ما مردها را میکنن، زنها را نمیکنن و ایلا زنهای مالدار هم باید طریقه شود با فرزنداش، مقصد همون حق و همون حقوقهایی که موافق هستن همه را باید ما تقسیم کنیم. برای همین اگر مثال 5 برادرن به هر کدام همون چی مقداری رسیده باشد، وقتی اوجا میخوانند که مثال برای تو $500 رسید، برای توش $200 رسید، همش بگن ما همه حق مانه فلان برادر ده یا فلان مادر ده یا خواهر ده بخشیدیم، حق دارن. برای همین شما میتونید به کسی بخشین دیگه و حق شما مال شما است. استاد عزیز درباره گوشت پرنده یعنی طاووس معلومات میدادید، میگن که خوردنش حرام است. از چی سبب باشد؟ نه کسی گفته است انا ناتوری گفته از گوشت طاووس انا برادرها و مادرای عزیز حلال گوشتش و هر خیل افسانه‌ای را که در
راستی طاووس میکنن، این طاووس گویا که یک پرنده بوده است، در دهن این گویا که شیطان داخل شده است، شیطان پنهان کرده است، داخل جنت برده است. اینا یک افسانه هست اینا. لیکن انا با حدیث ها ثابت است که هر یک پرنده ای که وقتی با نولش و با چنگالش شکار میکنه اونها حرامن، ولی طاووس از زمره او پرنده ها نیست. برای این حلال است پرندنی. بعضی ها میگن که مقصد پای طاووس بگیم با پای پرنده مانه، این چیزی هست نیست. وقتی پرنده هست، وقتی چنگال و یا مثال بانولش هیچ وقت مقصد شکار نمیکنه، حلال خوردنش چی باقی نداره. بابای حاجی میگن که کپکه دوختن درست نیست. آیا این حقیقت دارد یا نه؟ مقصد بسیاری امروز برادرای ما حق با موافق زمان، ببینید اگه زمان همه وقت انسان ها با موافق زمان لباس میپوشند. برای همین یعنی همین کپکه ها و همین تلپک ها و یا گوییم همین کستون و بروک ها و همین گلستروک ها و توفلی و بستناچکه و همه همین ها لباس روزن، لباس زمانن. برای همین اینها یگان معنای دیگری ندارن. اگر خیلی یک سادگی مردم ما که میگن این کپکه مال مسلمان نیست. اگر بگیری برادرای عزیز همین لباسایی که ما میپوشیم، اگر با عقیده شما مثال بزنیم، کدام همین مقصد در زمانهای پیامبر بودن؟ امروز کستون و بروک میپوشن، کرته هایی که مثال میپوشیم، دراز نه کوتاهی که میپوشیم، مایکه میپوشیم، تروسی میپوشیم، جوراب میپوشیم. اینها را اگر با او زمان مقایسه کنی، یگان تا اینها با او زمان موافق نیست. برای من فقط تنها کپکه نیست. و بسیاری برادرها و کپکارم که میاندازن میگم به خاطر چی؟ به خاطر که خیلی هم جوانن، هم بگیم اگه ماده امروزه همیشه است، یا اینکه به خاطر سایگی میکنن. بعضی هاش مثال سرهاشون یگان درد بیماری دارد. برای من همو لکل امرئین منهم ما نوا پیامبر گفت هر کسی که هر خیلی که میپوشه، هر خیلی که میگرده موافق به نیت چه، با کدام نیت مقصد همون را میپوشه. برای من یگان زیان نداره. خب آیا گوشت بوز یا آهو که آدمی روز شکار کند خوردنش جایز است؟ اگر به شرطی که هر نفری که از مال حلال شکار میکنند، مثل گفتی برادر ما بوزه یا آهو هست، اگر نفر از مسلمان که دیگر هیچ شبهه نیست، ولی وقتی همون سیدم که زد، از قفای سید باید که حتما حرکت کنه. رفت و اگر همون هم باز زدنش ده بسم الله الله اکبر بگه. اگر رفت مبادایی که دریاب نکرد، یعنی رفت که علاقه مردگی است، همون بسم الله الله اکبر خودش همون ذبح حساب میخورد. لیکن به هر حال همونجا با گردن همون مالا میبرد. خب چیزی که از حیوانهای مثال شکاری باشد. برای این اگر نفری غیر مسلمان، یعنی کتابی باشد، خواه یهودی باشد، خواه نصرانی باشد، یعنی اهل کتاب باشد، مقصد به قرآن هم ایمان ندارد لیکن به انجیل ایمان دارد، به تورات ایمان دارد، همین هم باید موافق همین مسلمان باید در حالت همون ذبحش مقصد بسم الله الله اکبر میگن. اگر مثال همین تسمیه را نگفت، یعنی بسم الله را نگفت، ولی خیر رفت و مثال در جاش اگر همون مال زنده بود و گردنش نبرید، اینجا ده حرام است، حلال نیست. یکی رفت همون در حالت جان کندن باشه و گردن همون را قبید، همون رگهای در کاری را برید، همینجا ده هم از او ما مقصد همون گوشت قبول میکنیم. در سری دسترخوان با مایکه آستین کوتاه یا شورتیک نشستن جایز است یا نه؟ اگر برادرای عزیز مقصد هر یک کار و یک
حدیثی را خواندم که میگن نگاه نکنین که انا نگاه بر گناه خورد نکن، نگو که این گناه ما گناه خورده، بلکه نگاه کن که همین گناه خورده تو در پیش کی میکنی. یعنی مقصد نظر در گناه خورد نکن، نظر در این که این گناه خورده در پیش کی کردی سی. از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی، خانه دم که باشین حرکت کنین که نزد خواهراتون، نزد کلانتراتون، یعنی در همون جمع عائله تای میکه نشینین، تای شارتیگ نشینین. برادرای عزیز و گرامی، این از آداب و از تربیه این مردم تاجیک ما، از مردم مسلمان ما نیست. زنهای ما هستن. خب یگان بار شما خودتون بینین، اگر پدرهاتون نگاه کنین، پیشترها هیچ وقت حتی در سر دسترخوان سری لوج نمیشیش. هیچ وقت یاد نداریم بسیارت که پدرت تای میکه دیده باشین. از همین لحاظ این کار نکنین. دویم حرکت کنین که مقصد در همون حالتهایی که مثال شما در سر دسترخوانم نشسته باشین، حتما حرکت کنین که همون زینتی را که الله مهربان در قرآن با لباس نسبت داده که لباس خودش زینت های، شما از همین زینت استفاده برید. یعنی در نزد گویم همون اهل خانواده هیچ وقت با این آستین های کلته و با این شارتیک های تنگ و با اینها نشینین. خواهرام همچنان همین مسئله را خیلی رعایت کنین. این در خانه یک تربیه، این در خانه یک حیا را به وجود میاره. استاد میگه وقتی که قوم حضرت نوح علیه السلام از کشتی فرآمدند، زبانهایشان گوناگون شد، بعد به 4 طرف تقسیم شدند. این حقیقت دارد یا نه؟ برادرای عزیز و گرامی، حقیقت این نقل ها هستند، ولی ما سوره روم داریم. نگاه کنین آیت 22 را الله مهربان میگه و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. الله مهربان میگه که یکی از قدرت های دیگری من همین است که من آسمان آفریدم، یک آسمانی که پایه نداره، یک زمینی که گویم چقدر پهنایی داره. همچنان الله از قدرتاش گفته است، یعنی قدرت من همین است که من آسمان بی پایه و زمینی بگیم که دیگر حد مرز نداره آفریدم. از دیگر قدرت های من همین است که شما از یک پدر یک مادرین، لیکن رنگ ها تان دیگرگونه، یکیت زردین، یکیت سرخین، یکیت سیاهین. ببین این قدرت های من است. میگه از یک پدر از یک مادرین، یک فرزند آدمی. و دیگر گفت که در دام آیت که از قدرت های من همین است که من زبان ها تون دیگرگون کردم. یعنی خدای مهربان زبان ها را دیگرگون کرد تا این هم به معنای چی است؟ به معنای چقدر در روی عالم الله را حکمت چه میداند، مقصد مردم پریشان شوند، بالای زمین آباد کنند، با یکدیگر مقصد رفت و آمد کنند. این است مقصد آن چیزی که الله مهربان در قرآن آورده است.